سلام آقای دکتر. سلام جان. خسته نباشید. خوب هستین آقای دکتر؟ بله. من این چند روزی خیلی حالم بده آقای دکتر. چی اومدم شده با بود؟ شما درد دل کنم. راحت باش. کمدیشو دارید، طاقتشو دارید. بله کارمه. خب پس من توجه. A few moments later. بفرمایید آقای دکتر، چی شد گریه‌تون گرفت؟ ببخشید من نمی‌خواستم شما رو ناراحت کنم. شما که گفتین طاقتشو دارین آقای دکتر. دیگه چیکاری که شد؟ به هر حال من میتونم در این جهت کمکتون کنم اگه بخوایم مشاوره بهتون بدم. الان یک مشاوره هم به ما بده. چشم آقای دکتر. سلام کله پنگی، چطوری؟ باز امروز برای چی اومدی؟ یا آقای دکتر اومدم بهم یه مشاوره عالی بدید. خب در چه مبحثی؟ چه مشکلاتی داریم هفته اخیر؟ تو هفته پیش اومدی و باز هم یه هفته اومدی. چی شده؟ آقای دکتر من شبا خیلی دیر میخوابم. برنامه‌ریزی نداری؟ صبحم خیلی دیر بیدار میشم. بازم برنامه‌ریزی نداری؟ خیلی کم اشتها شدم تازگی. برنامه‌ریزی نداری؟ چیکار کنم خیلی پرخاشگر شدم. برنامه‌ریزی نداری آقای کله پنیری. دارم با تو صحبت می‌کنم. هفته پیشم بهت گفتم، از اول سال هر موقع اومدی بهت گفتم برنامه‌ریزی نداری. ای که شب خوابت نمیبری، ای که با دوستات بدی، ای که صبح دیر میرسی، ای که تو کلاس هیچی نمیفهمی، ای که اصلا نمیخوای بری دستشویی. همه اینا یعنی برنامه‌ریزی نداری. اینجا چی نوشتم؟ اصول موفقیت برنامه‌ریزیه. او کسی که الان تو کانادا فقط برنامه‌ریزی داشته. فکر نکن با پول رفته کار نه. اون برنامه‌ریزی داشته. سال دیگه هست؟ با تو نیستم میگم برنامه‌ریزی نداری یا نه؟ ببخشید یکم تو فکر بودم. با اجازهتون من مرخص میشم. مرخصی. خداحافظ آقای دکتر. راستی بله. برنامه‌ریزی نداری. ممنون. خدا. خداحافظ.